این هم محمد صالح قواتوف، جودوکار یا پهلوان 21 ساله تاجیک در برابر نیل مکدونالدز، ورزشگر از بریتانیای کبیر قرار میگیرد. اما به نظر میرسد ورزشگر بریتانیا یکم توقف دارد و با این دلیل پیروزی شاید خوش و سبک برای محمد صالح قواتوف اتفاق بیفتد. یک پیروزی غیر چشم داشت اگر نیل مکدونالد با رقابت نبراید، مدتی اگر 30 ثانیه توقف داشته باشد و او یک وضع شیدو داده خواهد شد موافق ترتیبات یا قوانینی که در جودو هست. و مدت 1 دقیقه اگر دیر کند شاید حذف شود و 30 ثانیه بله 20 و چند ثانیه دیگر بله در صورت دیر کردن شاید از دور رقابت ها حذف شود یا همون خانسو کمکی به تعبیر دیگر، چون مقررات را خواهد شکست. ثانیه ها نیز تمام شدند و محمد صالح قواتوف در یک مرحله واقعا خوششانسه بود. یک رقابت میزبانان در برابر ورزشگران ماهر صورت میگیرد. انختایوان ارلونبولد ورزشگر میزبان از مغولستان از سمت چپ تصویر با لباسهای سفید است. با لباسهای کبود محمد صالح قواتوف پهلوان تاجیکستانی است. بسیار با سرعت شروع میکنند رقابت را. در همان لحظه اول فن خودانداز با پشت ارلونبولد چندان موقعیت نداشت در برابر محمد صالح قواتوف. محمد صالح قواتوف شانسی خوب دارد تا در دسته وزن 60 کیلوگرم برای تیم ملی جودوی تو یک اصول معمولی خوب را اجرا کرد. محمد صالح سرعیت داشت و وزری خیلی جذاب و دیدنی 30/70. ببینید برتری رو بر سود ورزشگر مغولستان میدانند، اما ورزشگر ما ماهر هست. ببینید با اقتدار فوراً قپید به سمت چپ یک بار دیگر از همون اصول معمولی داخلی استفاده کند و پایزنی خوب داشت و قریب بود که یک بار دیگر اصول کمری را استفاده میکرد. از کمربند قپید ولی داور من کردی رقابت رو. با یک وزر ما در حال پیشرفت هستیم. امید مدال هنوز از بین نرفته است برای تیم ملی جودوی تاجیکستان در دسته وزن 60 کیلو. در دسته وزن 66 کیلو علاقه اوبی جیبوف در مرحله 4 نهایی هست. بعد از پیروزی در همین مرحله محمد صالح قواتوف هم میتواند که بر مرحله 4 نهایی برود. میزبان را از صدر راه بردارد. میزبانی که یک دور استراحت کرده بود و در دور اول با بخت ورزشگر ما حریف او هم بر رقابت حاضر نشده بود. از این رو قواتوف هم یک پیروزی بدون مشکل داشت در مرحله اول. انختایوان یک شیدو دارد و همچنین برتری کاملی که بر سود ورزشگر ما هست. شیدوی او رو برداشتن. ببینید چگونه داوران مداخله میکنند. ولی وزری که برای ورزشگر ما هست، وزری که واقعا میتواند در صورت تمام شدن وقتی باقی مانده پیروزی کامل باشد. میزبان را قریب که کار نمیماند بکند برای اصول های مورد نظرش محمد صالح قواتوف. یک ورزشگر پرتابکار، یک ورزشگر با سرعت است محمد صالح قواتوف. این را در رقابت های داخل جمهوری بارها به نمایش گذاشته و گران پری دوشنبه برای ورزشگران ما یک مرحله شروع خوب شد. دوستان عزیز، جهانیان آمدن دیدن از سطح میزبانی تاجیکان، از فرهنگ و صنعت والای مهمان پذیرایی
тоҷикон диданд ва акнун таваҷҷӯҳ бубинед ки дар рақобатҳои байналмилалӣ сари варзишкорони мо чӣ гуна ҳаст. мебинанд доварон қазоват мекунанд, вале дар рақобатҳои грандслами остона бар Меҳрзод Суфиёв ноадолатӣ шуд ё тарафгирӣ шуд бар ҳарифи ӯ. вале феълан дар баробари мизбон Муҳаммадсолеҳ Қувватов пешрафти хубе дорад. як бори дигар ҳамон пойзанӣ сареъ кунад, ҳамон усулҳои маъмулӣ саропоро хуб иҷро кунад, пас пирӯзӣ комил хоҳад шуд. ва зари авазати ипон барои Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар роҳ аст. ҳарду низ варзишкори тозанафас ба ин васила метавонад вақткушӣ кунад Муҳаммадсолеҳ ва пирӯзие рақам бихӯрад. бале, кораш хуб ҳаст. то ин муддат кори хубе дорад. камтар аз 1.5 дақиқаи дигар то поёни вақти маъмулӣ фурсат ҳаст. ҳеҷ шидое ҳам нест, фақат вазаре надиҳад ба ҳариф. ончунон дар баробари ҳариф биистад ки ин гуна ҳаракоти мавриди назар иттифоқ нафтанд аз сӯи варзишгари мезбон. шояд инҷо дар мавриди як шидо қазоват шавад. аммо хушбахтона шидое ҳам нест. 1 дақиқаи поёнии вақти асосӣ Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар як қадамии расидан ба марҳалаи чаҳорякниҳоӣ. ва ин ҳам як ҳаракоти ғайри чашмдоште. чархише ба сони тимсоҳҳо сурат гирифт аз сӯи Энхтайван, вале хушбахтона дар муқобили ин бисёр моҳирона зидди ҳамла кард Қувватов ва аз як ҳамлаи хатарнок раҳо ёфт. сонияҳои поёнии вақти асосӣ ба ин равиш Муҳаммадсолеҳ метавонад вақткушӣ кунад. вақтро талаф бидиҳад ба ҳамин васила. 15 сонияи дигар. фақат роҳи фирор метавонад ҳатто дар ҳамин мураббаи зард якам ин тараф он тараф фирор кунад ва 15 сония ҳам талаф шавад. камкорӣ як шидо ба Муҳаммадсолеҳ ва ин ҳеҷ таҳдиди хатаре нахоҳад дошт ва ба ҳамин васила Муҳаммадсолеҳ фирор мекунад аз ҳариф ва вақти боқимондаро ба ҳамин тартиб ҳам ба поён мебарад. 1 сонияи дигар як мизбонро дар хонаи худаш дар рақобатҳои ҷоизаи бузурги ҷудо дар грандслам аз садди роҳ бардоштан кори шоистае хоҳад буд барои Муҳаммадсолеҳ Қувватов ва ба ҳамин тартиб Муҳаммадсолеҳ Қувватов ба марҳалаи чаҳорякниҳоӣ меравад. боз як умеди медал барои тими миллии ҷудои Тоҷикистон аз фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ ба номи Муҳаммадсолеҳ Қувватов навишта шуд. ҳоло дар вазни то 60 кило Муҳаммадсолеҳ Қувватов бо ҷудогӣ сафед куштин мегирад. бо паҳлавони фаронсавӣ рақиби бисёр ҳам қавию 20-сола паҳлавони фаронсавӣ ки дар мусобиқаҳои мухталиф баромад кардааст. ин Баладиер аст, Пикард аст. Пикард дастовардаш аз қаҳрамонии ҷаҳони ҷавонон дар мақоми дуюм аст ва Қувватов бошад агар хуб ҳунарнамоӣ кунад бо рақиби сарсахти хиш шояд дар инҷо гӯштини хуб ҳам нишон диҳад. ҳоло дар инҷо Пикард кӯшиш дорад то дасти Муҳаммадсолеҳ Қувватовро надиҳад.
در وزن تا 60 کیلو محمد صالح قواتوف پهلوانی است که منتخب جمهوری تاجیکستان را در مسابقه های مختلف معرفی کرده است. این پهلوان ما با جداگی سفید گوشتین دارد. حالا من گشته و برگشته پیکارد زمین است. خود را زمین می آورد تا ما را در حالت زمین، یعنی نوازه مغلوب سازد. اولین شده را برای قواتوف، در اصل قواتوف کم فعال بود، از این خاطر برای نشان دادن. محمد صالح قواتوف پهلوان جوان است، امکان دارد که با چنین رقیبان جوان خود که پهلوان فرانسوی هم جوان است، 20 ساله پهلوان است، خوب هنرنمایی کند تا قدر از این گرند اسلم هایی که در دو دور پیروز شده است امتیازهای در کاری را به دست بیاورد برای در راه المپی. ولادر پیکارد با محمد صالح قواتوف گشتینشان را ادامه میدهند. بایی داشتن اینجا قدیان من است. کدام شکل گشتین میگیرد این پهلوان فرانسوی؟ داور این را باید نظارت برد و او را هشدار دهد که از این کردارهای پای داشتن خودداری کند. اجمه میگوید داور و حالا گشتین میان این پهلوانان چون شکل پیشتر ادامه مییابد. کسی از این جفت موفق برای افتادن حریف نشده است. اما جیب فوفره ما یک حالت ناموافق آمدیم زمین. شکر که این پرتاب و ضرر نبود به سود پهلوان فرانسوی، وگرنه این عمل بسیار هم ناقلای بود برای ما. قواتوف محمد صالح ادامه میدهد نبرد خویش را در مقابل رقیب سخت‌ترش. بار دوم است که ما را کم فعال میبینند. ولادر پیکارد حالا با دو شیدایی محمد صالح در پیش است. محمد صالح یگانه راهش این توکل کردن است، وگرنه با این شکل گشتین گرفتن با دو شیدا برای رسیدن به قسمت های منبعده کارش مشکل است. اجمه داور گشته برگشته آنها را با هم می‌آورد، ولی برای قواتوف قوه اضافی در کار است. تاکتیکا لازم است که چون نسب قوت آزمایی کند. گشتن قواتوف خوب است. یگانه جزترین سببی که دائما قواتوف را در مقابل رقیبان کمی پژمرده میکند این بعضا حالت و هراس داشتن است، اما باید این هراس هم دور شود. قواتوف گشتنی خوب میگیرد. شاید پیوسته شرکتش در چنین مسابقه ها که حالا گشتن امروزش رو هم خوب آغاز کرد، این هراس از دل او رود و به مثل عابد ژیبوف گشتنی زیبا و شایسته رو برای مردم نشان دهد. هیچ کسی یک باره به مقام های بلند نمی رسد. آهسته آهسته در راه قهرمانی باید قوی شد. حالا این فرق از زمین تا آسمان است که قبلا در وزنهای تا 66 کیلو دسته منتخب ما کسی از پهلوان رو نداشت. اکنون ببینید حالا کشف چهره های جدید، هم محمد صالح قواتوف، هم عابد ژیبوف،
هم امومعلی نورعلی پهلوانانی که تازه با تیم منتخب کشور اکنون چهره‌های جدید حساب میشوند، آنها امید کردن ممکن است این پرتافت ولادیمیر پیکارت ما را بالاخره با پهلو آورد و قواتف در رقابت‌های تأثیربخش بر مقابل پهلوان مغول باید گشتن گیرد. از اول معلوم بود که قواتف در روبروی رقیب اونقدر قوی نیست. برای رقابت‌های تأثیربخش ما منتظر هستیم تا قواتف لااقل همون نبرد شایسته گردد برای جای سیوم گشتن گیرد. تماشای نبرد پهلوان میزبان انختایوان مقابل قواتف. قواتف حالا با جداگی کبود اندر این میدان شده است. رقابت شروع شد و اولین حالت داشتن گریبان یکدیگر میان پهلوانان آغاز می شود. باز هم باید این سر نشد قواتف باید از این باخت پیشتره باید این سر نشد. در اینجا محمد عبدالرحمنوف باید خوب برای شاگرد فهماند این گوشتین است، هیچ گپ نیست. در نبرد پیشتر اگر موفق نشد شاید در اینجا در رقابت‌های تأثیربخش مخصوصا جدای جهان هم چون این قاعده های خوب رو برآورده است که پهلوان وقتی که در زیرگروه خیش تا قسمت فینالی می رود در زیرگروه خیش و در قسمت فینالی زیرگروه خیش اگر باخته است او رو دوباره شانس می دهند برای رقابت‌های تأثیربخش تا اینکه لااقل برای مدال برنجی او تلاش ورزد. همچنین مدال برنجی تلاش میکند به رقابت تأثیربخش پهلوانی که در قسمت نیمه نهایی باخته است. اما حالا اوبید جیبوف پهلوان تا 66 کیلوگرم ما در قسمت فینال است. گرند اسلم اولانباتر این مسابقاتی که با پررگی خالهای پهلوانان را در راه المپی هدیه میکند. هر نفری که در اینجا مقام اول را کسب میکند در گرند اسلم 1000 خال المپی الکی برای او پیشنهاد شده است. این 1000 خال 100% برای پهلوان باقی میماند. یک بار بس است پهلوانی که در گرند اسلم هایی که از این پس مقام یکم را میگیرد در 2 یا 3 اگر 3 گرند اسلم مقام اول را کسب کند دیگر حاجت برای 2 سال هم گذشتی. دوستان عزیز اکنون برگشت ما به خاطر همین پرتاب بود که در زمین در اینجا کاری خوب داشت. این از جانب محمد صالح قواتف اجرا گردید با یک سرعت بلند بود هرچند که بعضا اولاد در این وضع داوران به قول دو دل میشن که بکی گوش کرده. اما این پرتابی که بود سرعت بلند داشت من باوری کامل دارم که 100% به وزر با گذاری می شود. امتیاز وزر قواتف را اکنون قوه اضافه می بخشد و باید از این امتیاز قواتف دوباره انگیزه گیرد و به پیش رود. وزر برای ما باقی میماند و این به سود کار ما است. اکنون مبارزه بعد از این وزر شاید پهلوان میزبان رو هم به غضب برد. انختایوان اکنون کوشش میکند که لااقل جبران از او وزری کند وگرنه با این شیوه در نبرد رو به باخته است. قواتف باید قادر باشد راستا گشتن گیرد و از تاکتیکای رقیب دائما خود را حمایت نماید و کافی است که دقیقه بیشتر در مقابل رقیب ایستد و وزر او را در راه نشان برنجی گام هایش را باز هم قوی تر نگاه دارد. اصلا وزری که در لحظه های اول بعد از میوید خیلی مشکل است نگاه داشتنش داخل چون که رقیب بعد از او وزری که حریف میگیرد دویمو در هجوم است. همین شکل و شیوهی که انختایوان حالا مقابل محمد صالح قواتف نشان میدهد. اما قواتف یک شیدا دارد رقیب دو شیدا دارد. شاید برای ما شیدای دویم رو هم برای شاید هجوم های پای در پای این پهلوان مغول شوندیان. اما
محمد صالح را لازم است که خود را خسته نگیرد، برخیزد و گشتین را با شوق و با حرکت های تازه خود ادامه دهد. دیگر حاجت برای ایستادن است. شدای دوم را برای ما نشان دادن، چون بالا گفتیم 1 دقیقه دیگر هم خطر است هم برد است. خطر برای آن است که اگر ما از مرکزی تاتمی دور رویم، شدای سوم برای ما خنساکی مکه میارد و برد در آن است که ما باید مقابل رقیب شایسته مبارزه بریم که با این وضع برای جای سوم گشته گیریم. خواتوف خود را خستگی خود را باید در مقابل رقیب نشان داد و در حالت توقف امین عملی که حالا میبرد خواتوف را دوباره برای موفق گردانیدن نزدیک بود که پهلو افتاند. حالا اکنون این حالت خوب است. برخیز خواتوف، این حالت خوب است که یعنی فعالی پهلوان ما را نشان میدهد. داور دیگر نمیتواند در این حالت ما را کمفال بیند. کمفالی برعکس پهلوان میزبان را باید ببیند. فکرم کمیسه داوران با چی اشاره کردن که اما حرکت از جانب ما بود. همچنین رقیب هم در حالت کمفعال بودن برای شدای سوم هم احتمالیت دارد. به هر حال روی داور با سمت خواتوف بودین. عجمه میگوید هر نوبتی که به سمت ما اگر با قهر و غضب نگاه کنند داوران، ما از آن لحظه ها شبهه داریم. عجمه است دوستانی عزیز. اکنون میبرد پهلوانان رو بار دیگر رو برای همدیگر میگرداند. خواتوف باشد شکلا با راست و گشتین گرفتن رو نباید برآمد. از تاتمی هیچگاه باید خواتوف خود را کنار نبرد، وگرنه این وزری به دست آورده او اکنون برعکس یک جبران میشود وزری. دیدید در لحظه های آخران که قدر امکانیت است جبران می شود. اکنون کار مشکل تر می شود. خواتوف کار مشکل تر می شود. کاری آسانه که در ما بود. این تصدیق برای وزر شاید نباشد. نه تصدیق می شود. کار مشکل می شود ولی باید مشکلی رو پشت سر کرد. خواتوف امتیازی که در دست داریم، پس برای چی نزدیک میشویم به رقیب؟ گالدسکان ها را با هم میآورد در وقت ایلاوگی. حالا ثانیه های اول شروع می شود از وقت ایلاوگی و حرکت اول یا هجوم های اول را میزبان تایوان مقابل خواتوف نشان میدهد. خواتوف از مرکز میدان میبراید. در این حالت مشکل است. برای ما مشکل است اما باید مشکلی را طی کرد. داوران پیوسته توقف میکنند و بعدا حجمه میگویند. این تایوان باشد دائما خواتوف را از مرکز میدان بیرون بردانی است. خواتوف خسته شده است. خواتوف دیگر قوی پیشترش نیست. شدای سوم تهدید بهره باخت است. هجوم‌های پیوسته میزبان را داور مرکز با کمیسه داوران دائما نظارت میبرند. عجمه می شود. یگانه را
یگانه راه برای قواتوف محمد صالح این افتادن رقیب است، وگرنه هیچ دیگر راهی نیست. ما در نبرد کم فعال هستیم، ولی افسوس کم فعال هستیم که این را باید محمد مراد عبدالرحمنوف برای قواتوف میفهمد. افسوس قواتوف چون نسب پر قوت نبود.